اوکی. من نمیدونم داره چجوری گرفته میشه ولی هلو گایز، داریا هستم، 26 ساله از منچستر. ستایشم 27 ساله خیلی زیاد، 27 سال خیلی زیاد از شفیلد. ما نمیدونیم داریم چی کار میکنیم، واسه همین آره داریم یکم کسخل بازی در میاریم، ولی میخوایم پروژمون رو بهتون معرفی کنیم که میخوایم ویدیوهای بی ربط شاید ولی با ربط به تجربه‌های مشترک هم دیگه بذاریم و شاید هم آدمای بیشتری بغیر از خودمون توی ویدیوها در آینده باشن. آره خلاصه که ما فکر می‌کنیم اینجا خیلی تنهاییم و می‌خوایم کامیونیتی خودمون رو پیدا کنیم و گفتیم شاید با بیرون ریختن ترشحات مغزیمون آدما بگن که اون آدمه یکم ویرده مثل من. از این سری جدید با مزه پیدا کنیم. وای کاش اینجوری حرف نزنم هم، ولی من در واقعیت آدم خیلی جالبی. من تایید میکنم با اینکه ما الان خیلی ویردیم جلو دوربین و اصلا ممکنه این نصفش نیفتاده باشه. اسی پشما به خدا بی ربط. سیبو ببینید حالا داریم انشو در میاریم. سیبو نشون بده، سیبو بگیر، رخ سیبو بگیر. این سیبی بود که خورد به سر گالیله بود. کی فهمید زمین صافه؟ زمین صافه؟ آره دیگه، گالیله رو باید کشتن دیگه واسه زمین صافه یا گرده؟ زمین صافه. خیلی سخته. آقا واقعا سخته. کی ایده داره؟ بیاین به ما کمک کنین. بیاین به دو تا کسخل بگین که چجوری کارشون رو شروع کنن. بگو. من یه آدم دیوونه ایم که اصلا دیوونه، نه دیوونه خوبی هستی ولی دیوونه است که میخوام آدمای دیوونه دیگر رو پیدا کنم و احساس میکنم تنها حالتی که میتونم این کار بکنم اینه که خودم اکسپوز کنم تو سوشال میدیا. کاش واقعا مثل بچگیامون بود، مثلا میرفتیم سلام من ستایشم داریا جان بیشتر برامون بگو. گنگ، خب من داریا هستم، 25 ساله، او اکچولی 26 سالمه. آره من مثلا بازیگری خوندم و من مثلا همه این کارا رو بلدم ولی بلد نیستم، همش الکی دروغه. به مرور تو ویدیوهای بعدی بهتر میشه بچه. آره ایشالله خدا بخواد. شروع خدا. anyway ما هم می‌خواستیم یه پادکست شروع کنیم به اسم سوراخاتو با چی پر می‌کنی؟ نه اون سوراخی که فکر می‌کنی، سوراخ‌های درونی، و قراره یکم دیپ باشه. حالا الان شخصیت کسخلیتمون رو می‌بینین. اینجا بوق بذار. کات. شخصیت گلگلیتمون رو می‌بینین، شخصیت دلغکمون رو می‌بینین، همه آدمای دلغک درون. و قراره هی همینطوری که من الان حرف میزنم هی از یه شاخه بپریم به یه شاخه دیگه، چون منتالی استیبل نیستیم. خیلی تو ماچ اینفورمیشن هم شیر میکنم. anyway نه مثلا داره خوش میگذره.